درود دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را از تغییرات کادری در استقلال شروع میکنیم. نخست گپ این که قهرمانان فعلی مملکت با دلر شریفوف شرطنامه را امضا نمودند. سابق بازیگر دستای متالورگ و شورتن ازبکستان همکنون در صف قهرمانان است. همچنین رسما اعلان شد که به ویتالی لفچنکو در استقلال، مربی کلان اندری اننکوف، مربی تیاری جسمانی انور نورقولوف، مربی دروازه‌بان‌ها فروخ بردیف و مربی تحلیلگر دانیار مرادوف کمک میکنند. اکنون گپ این که با آمدن لفچنکو به استقلال همان اینتریگ اندک زنده شده را در چمپیونات ملی تا کجا وقش بر این دسته ها برگردانیده میتوانسته باشند. یکی از دستای مدام لافزن برای قهرمانی هر ساله در فوتبال وطنی البته که روشنی کلوب است، ولی سرآغاز این موسم روشنی کلوب از نگاهی رفتن گروه بزرگ بازیگران به کلی پریشان شد، ولی دسته در یک مدت کوتاه توانست که بازیگران را در دسته سرجم کند. نفران نو آمدگی به روشن نیم حمایتگر دیاربک شفقی و ازبک از اسخاتا، رسلان خیلایف از استقلال، مرادعلی حقنظر و سمتریده گرجستان، دروازه‌بان 23 ساله اوکراینی اندری چیکاتون، محمد علی عزیزبایف از پرواز، آریان مهر خالقزاده از برقچی، الکسی فیرسوف از کشور بلاروسیا با رقم 5 و طبق وایمه ها با بهای 5 به صف روشن هستند. ولی با جمع کردن یک قطار بازیگران گرد یک دسته، این تیم سر مخلص که چند پیش باز به دیرکتور است، همچنین به دیرکتوری ورزشی ماند. زیرا طور صحیفه رسمی خود این تیم چند پیش اعلان کرد دیرکتوری ورزشی روشن کلوب ظاهر بابای فعالیت خود را در دسته پس از موسم 25 به پایان رسانید. همین طریق بعد از آنکه که شریدین بابای از روشن رفت و الکی به پس مکاسار کشور اندونزیا پیوست، دیگر ما یگان نفری از این طایفه با نسب بابایف ها در روشن نمیبینیم. ولی بازیگر جوان با نام محمد جان میر احمدوف دیگر باره به روشن با قول کامبک انجام داد. لیورپول اصلاحات در پس منظر مشکلات فعلی و بازی نچندان خوب دفاعگران تعریفی این زمستان یک ترانسفری بزرگ انجام داد، ولی بازیگری نوشان به تیم تنها تابستان همراه می شود. این هم ترانسفری است که کریستوف دیوگاره تیم سابق کلوب را از برایش سخت تنقید هم کرده بود. همین طریق لیورپول بر عوض 60.12 میلیون یورو از رن دفاعگر ژرمی ژاکه را خریداری نمود و با دفاعگری 20 ساله شرطنامه مولتش تا سال 31 امضا کرد. ژاکه که البته اولا کافه ژاکه نیست و دومی دفاعگر با استعداد است، این موسم لیگ اول 18 بازی در صف رن دایر کرده و میتواند سر از موسم نوین یکی از عوض کنندگان دفاعگران صاحب نام دسته سرخان شود. رن باشد در او پولی که به دست آورد بر عوض 5 قسمتی آن بهترین نشانزن چمپیونات جهانی جوانان 2025 یاسیر زبیری را از فامالیکان خریداری نمود. این پول هم 10 میلیون یورو را تشکیل داده. شرطنامه با بازیگر مراکشی 20 ساله تا سال 29 مهلت دارد. مراکشی که سال گذشته در چمپیونات جهان 5 گل زد و تیمش را با پیروزی در فینال ضد ارژانتین به قهرمانی رسانید، تلاش میکند طریق زینه‌پایه رن خود را به نزد دروازه ابردست‌های فوتبال اروپایی رساند. در فوتبال اسپانی اتلتیکو مادرید آخرین روزهای روزانه زمستانه ترانسفری یکی از جایش جنبید و سخت به حرکت درآمد. اتلتیکو نخست بر عوض 16 میلیون یورو با نیم حمایتگر 20 ساله از الچه رودریگو مندوسا شرطنامه مولتش تا سال 31 امضا نمود. مندوسا که این موسم لالیگا 16 بازی و 1 گل را با آمار گرفت، به نظرم بهر آینده سازی به صف مادریدیان همراه می شود. به صف اتلتیکو مادرید همچنین عبد وارگاس از سیاتل آمد و شرطنامه به مهلت 4.5 ساله بست. بازیگر 20 ساله که پس از 5 سال از صف سیاتل ساوندرز بیرون شد، بعد 29 بازی و 5 گل در MLS به صف دسته قدرتمندی کشوری اسپانیا آمد. ولی گزارش ترانسفری از همان نظر است با اشتراک اتلتیکو مادرید که از اساسی ترین گزارش‌های ترانسفری زمستانی عنوان گرفت، این خریداری شدن ادیمولا لوکمن برای عوض 35.5 میلیون یورو از اتلانتا گردید. شرطنامه با نیگریوی چخانو گلزن تا سال 30 بسته شده
بازیگری 28 ساله از زمین برگامو از این پس در صف دسته ال چولو می‌دود. نفری که این موسم سری آ در 12 بازی 2 گل دارد. با وجودی داشتن شارلوتو گریزمان و آلوارز برای اتلتیکو مادرید در کار شده است، ولی ممکن که از این حمله‌وران دسته مادریدیان تابستان کسی به یگان جای دیگر رفتنی است. شهر ابد زنده روم هم شاهد چند از ترانسفرهای زمستانی گردید. نخست باشگاه لاتزیو ماتیاس ویسینو را به سلتا روانه نمود. نیمه‌گری 34 ساله با اجاره 1.5 ساله به کشور اسپانیا رفته. مهلت همکاری اروگوئه با صلیبیانی ویگو تا سال 27 است. ویسینو که در تیم ریمی 3.5 سال گذرانید، صاحب آمار 128 بازی و 13 گل است. همچنین روما بعد انجام دادن چند از ترانسفرها باز برایان ساراگوسا را از باواریا میونخن به اجاره گرفت و امکان دارد که با انجام موسم برای عوض 13.5 میلیون یورو خریداری هم کند. سلتا باشد بهره خلاص شوی از ساراگوسا 3 میلیون یورو به جیب زد. بازیگری 24 ساله که تا این دم در سلتا در اجاره بود، در صورتی به میدان آمدنش اقلاً در 50% وقت اجاره‌ای و برآمدن روما به لیگ اروپا انیق از جانب ریمیان خریداری می شود. همزمان در ایتالیا ناپولی سر مشکل آلیسون سانتوس را از سپورتینگ با ارزش 3 میلیون یورو و امکانی خریداری 15 میلیون به اجاره گرفت. بازیگری 23 ساله‌ای که موسم جاری چمپیونات پرتغالیا در مسیر 17 بازی به حساب میانه 10 دقیقگی در میدان بوده است، باز امکان پیدا کرده است یک ارسال گلی هم داشته باشد. از همین ارسال گلی به نظرم برزیلی را به نزد آنتونیو کونته برده رسانید. ترانسفری مربوط لیگ استعدادها باشد اطراف گزارش آلان سن مکسیمین بالانس است. نفری که با سابق دسته عبدالقادر حسینوف شرطنامه مهلتش تا تابستان بست. این بازیگر از برای مشکلی نجات پرستی چند پیش باشگاه امریکا را از مکزیک ترک نموده بود. سابق بازیگری 28 ساله‌ای دسته های نیوکاسل و فنرباخچه با همین پس از سال 2019 باری نخست به چمپیونات فرانسه برگشت. بازیگری معروف با لقب پیرلو از یورکشیر به اجاره به شفیلد یونایتد روان کرده شد. اینجا گپ سر کالوین فیلیپس 30 ساله می رود. این موسم همگی یک بازی در صف دسته گواردیولا گذرانده و خلاص. ترک ها در میان آسیا و اروپا قرار گرفته هم هر زمان تلاش می کنند که چمپیونات خود را با خریداری های مختلف زیبا نمایند. این مورد دسته استانبولی فنرباخچه از الاتحاد خود نگولو کانته را آورد و با بازیگری فرانسوی شرطنامه مهلتش تا سال 28 امضا نمود. شرطنامه‌ای که در آخرین روز پوشیده شوی روزنامه زمستانه ترانسفری در تاپ 5 چمپیونات‌های اروپایی عملی گردید، باید از برای نرسیدن فرصت‌های ضروری عملی نمی‌شد. ولی با کمک مخلص شدید فنرباخچه که خود پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان است، اخیراً فیفا برای این گزارش اجازه داد. بازیگری 34 ساله منتخب فرانسه چند پیش شرطنامه خود را با الاتحاد قطع نمود و با همین آرامانه به کنارهای فوتبال اروپایی برگشت. ولی برای وزیر نگولو کانته باشد با چنین ترتیب بازیگری فنرباخچه یوسف النصیری به الاتحاد رفت. یعنی اینجا میتوان گفت که دسته ها پیشکی با رازگی طرفین در روزنامه زمستانه ترانسفری بازیگر عوض نمودند، ولی کدام دسته اینجا برد کرده است و کدام باخت البته که رفتی موسم نشان میدهد. همین طریق بازیگری مراکشی 34 ساله در باشگاه شهر جده با خوبی و خرسندی استقبال گرفته شد و شرطنامه کاری فایده آور هم امضا کرد. جنجال بزرگی که این زمستان در فوتبال سعودیان برخاست و خشم و غضب رونالدو را تا به کیهان برد، محض از برای گزارش احتمالی کریم بنزما از یک تیم شیخان پولدار به تیم دیگری این نفران بود. بنزما که به قول شرطنامه نوی پیشنهاد شده الاتحاد را برایش تأخیر شمارید و چطور مشاهده هم کردیم در به دسته دیگر رفت، ولی محض همین گزارش که واقعا الهلال را قوی میکند بر رونالدو کلان نخورید. ولی هرچند که رونالدو احترازها می نمود و نازهایش را تا به آشیانه هفتم بالا برد، با گزارش سابق هم دسته خویش در ریال مادرید و صف الهلال مانع شدن نتوانست. باشگاه شهر اریاز با کریم 38 ساله شرطنامه مهلتش تا سال 27 امضا نموده. بعد 14 بازی و 8 گل در این موسم و قهرمانی در موسم پیشین، اخیراً رقیب دیگری رونالدو را قهرمان کرده نیست. ولی با رفتار این ستاره‌های در زمین پولداران باید یک اشاره جدی هم کرد، زیرا ببینید کریم و رونالدو بر این بازیگران در آن چمپیونات بر زمین گرفتنی معاشهای کیهانی با قول مردم به درجه نوز و نوز یا ناشکری میکنند
حتی خود شیخان را در حیرت میگذارند. مثلا بنزما که پولی بزرگ مز از همان نفران میگیرد ولی باز مقابل کارفرمایانش یک نمود مناسبت میکند که شیخان یک عمر از او قرضدار باشند و فوتبال در کشور سعودی را از او تشکیل کرده باشد. پولی که این طایفه بازیگران در آن سرزمین میگیرند واقعا بودجه چندین ساله بعضی دولت‌ها را تشکیل میدهد. راستی و اختیار من اگر میشد همه استارگانی را که خودشان شاه هستند و تبعشان وزیر در یک هواپیما نه بلکه در یک کم از یک جای میکردم و از خط سرحد گسیل مینمودم. گپکار در تیم سعودی الهلال این زمستان با آمدن بنزما البته که رنگی دیگر گرفت. دسته مدعی اساسی برای قهرمانی در فوتبال سعودی همزمان بر عوض 30 میلیون یورو محمد مییت 18 ساله از رم را خریداری نمود و با این بازیگر شرطنامه 3.5 ساله بست. مییت باشد این موسم در لیگ یکم 3 گل و 2 پرتافت گلی در 17 بازی انجام داد و نوابسته از چنین سن سال جوانی بهر کار کردن پولای نفقوی به زمین پولداران رفت. یک کاری دیگری بزرگی که باشگاه الهلال در میان موسم زمستانی سراسیمه‌وار انجام داد این هم خریداری سایمون بابره برای عوض 23 میلیون یورو از دسته نیام است. نیام این نیم حمایتگر را هنوز ماه آگوست سال گذشته بر عوض 10.2 میلیون یورو از موناکو خریداری نموده بود. نفر 19 ساله با دسته فعلی بنزما شرطنامه 3.5 ساله بسته این موسم در 15 بازی پرلیگ سعودی 2 ارسال گلی با آمار گرفت. نمیدانم اینقدر بازیگران زیاد را دسته سیمون اینزاگی چی کار میکند ولی این کارهای بازاری الهلال بر رونالدو انیق پسند نمی آید ولی الکی در خود کشور سعودی آنقدر پروای رونالدو را ندارند و از این رو او هم با تبسم‌های قلبکی دیگر باره به میدان ها برگشت. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.